باز هم مشکلات افغان ها این بار در کشور یونان شهر پاترا. ما با یک چند تن از دوستان خود در شهر پاترا که یکی از شهرهای مرزی کشور یونان هست آمدیم تا شاهد از این باشیم که برادران افغان ما با چه مشکلات سختی در این هوای سرد زمستانی روبرو هستند. بهتر است که ما از زبان خود اینها بشنویم که در شرایط فعلی با چه مشکلاتی روبرو هستند. طبق صحبت‌هایی که ما با این دوستا داشتیم این را فهمیدیم که فقط مشکلات اقتصادی و اجتماعی و غیره بر از اینا جنجال آفرین نیست. اینا شکایت بسیار زیادی از پلیس و شرایط فعلی یونان دارند. با گفته یکی از برادران ما در رابطه با مشکلاتی که با پلیس دارن چنین میگویند: 7 صبح بود، تقریبا ما ساعت 4 پیشاوش خواب کردم. تازه چشمام خواب رفت و 1-3 ساعت که خواب کردم، ساعت 7 بود یک دفعه صدای تق تق پای میومد. من خیال کردم مثلا یگان زلزله شده، چون اینجا زلزله می چند وقت یک بار تکان میده خانه را. ما خیز گفتیم فرار کنیم، نشه خواب دیگه. خیز کردم، هم دیدم یک رفیق جلوی ما لوک بود، بنده خدا اسمش خود پرت کرد از پنجره. ما گفتیم زلزله دیگه جان نجات دادیم. بعد گفتن که پلیسه. بعدتر ترس زیادتر شد. یک دفعه که آمدیم پایین دیگه زپای خنه ندیدیم دیگه. تقریبا 4 متر ارتفاعش بود. بسم الله الرحمن الرحیم. ما رو دیروز که مثلا پلیس اون موقع که اومد، خب مثلا اینجا رو که بچه‌ها گرفته بودن، بعد یکش اومد بالا ما رو گرفتن از وسط سالن. اگه شما الان برین ببینین، گرفتن ما رو بردن اونجا، خیلی کتک زدن. بعد دوباره بردن داخل اتاق. دوربر 20 نفر، یک رقم نخ بودن از اون نخای لاینونی. 20 نفر در موچ مول بسته بود، یکش از عقب یکش از جلو میکشید. خدا وکیلی دادیم و در اومده و جیغ میزدیم. بعد با باتون و با کفش و با موش میزد، گفت جیغ نزنید. یعنی دست ما اصلا داغ. من الان از ناحیه 20 این طرف اصلا بهیس کلا. و گفته بعضی از برادرای ما که ما با ایشان صحبت‌های پیرامون مشکلات و مسائل فعلی پاترا داشتیم، اینها نه تنها که از پلیس کشور یونان شکایت دارند، بلکه از دفاتر حقوق بشر، جامعه بین‌المللی و کشور افغانستان تقاضای بسیار زیادی دارند. عزیزان، اگر در شرایط فعلی کشور عزیز ما افغانستان با مشکلات اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی روبرو نمی بود، این برادرای ما هم با چون مشکلات هایی که فعلا دست و پنجه نرم میکنن قطعا روبرو نخواهد بود. یکی دیگر از برادرای ما که برای اینا آشپزی میکنه و حدود 130 نفر به قول خودشان که در یک جا در زیر پل ریو زندگی میکنن چنین میگوید: بیشتر چیزایی که ارزان هستن، مثلا عدس میاریم پخته میکنیم که ارزان مفته، بعد مکرونی ارزان مفته، اینا برنج، همین چیزایی ارزان مفته. بیشتر وقت نان خشک میخوریم که ارزان مفته. میریم نان یخ اینا مثلا از نانوایی که مومنه برای 2-3 روزه مومنه که دیگه اونن مثلا ارزان میده، برای امونا رو خیلی نمیاریم. واقعا که باعث تأسف همه ما هست که چرا جوانای افغانستان بجای از این که در پوانتون ها و در پانزه های انجینری و دکتری باشن، امروز در اینجا با چنین مشکلات روبرو هستند. و گفته چند تن دیگر اینها که از کشور ایران هم شکایت بسیار زیادی دارند و افراد باسواد و تحصیل کرده هم هستند،
چنین میگویند: من خودم در ایران بودم، دیپلم گرفتم، رشته من حرفه و فن بود. دیپلم که گرفتم وارد دانشگاه شدم، تقریبا 1.5 سال در دانشگاه درس خواندم. این حرفه را مثلا رشته حرفه فن ادامه دادم، ولی دیگه نداشتن دیگه. دولت ایران اینطوریه که مثلا مهاجرین افغانی را زیاد در دانشگاه راه نمیده. من از این سو قرض گرفتم و پولش جور کردم، یک مقدار دیگه هم روش گذاشتم، بیشتر داشتم دادم. ولی 1.5 سال من گذاشتم درس بخونم، بعد دیدم که افغانیه ولی درس من خوب بود واقعا. دیگه حاصلشان شد نداشتن بخونم. مشکل دیروز صبح ساعت 6:30 صبح مامورا ریختن داخل اتاق، هم در حال فرار بودشی. من رفتم سر بالاکن، همراه آمد بالاغت چنان زد که از روی بالاکن پر شدیم پایین. با امید از که یک روز هیچ افغان در هیچ گوشه از دنیا با مشکلات مهاجرت روبرو نباشد. این دفتر به پایان رسید، حکایت همچنان باقی است.